آقا یه دقیقه بچه بیه در یه خود عقب‌تر آقا یه خود عقب‌تر دیگه زود حومه‌ای که در رابطه با تحصیلات من و استفاده کرده بودم از درس ایشون. هیچ وقت هم فراموش نمی‌کنم. از نکته‌هام بخش زیادی دانستم. کاش همیشه بودن تا ما هم یاد خودشون بودن. شما را اومدی آقای دکتر صاحب بذار زمین منم بعد فهمیدم عجله دیگری هم بود. من فکر می‌کردم منطقی هم بود چون ماها که میان دیگه خبرش پخش میشه شاید مناسب هم نبودن آموزمون حالا به هر حال حسرتش موند برامون. در حال پدر ما همواره هم ما رو نصیحت میکرد هم اطرافیانش رو که هر کاری میکنید رضایت امام زمان ایشون از مواردی که بسیار علاقه‌مند بود این بود که میگفت این مملکت امام زمان و پرچم امام حسین و حضرت زهرا و عنایت امام زمان همیشه هم هست. چون در طولان جنگ هم اون به جایی که نفیس شده به ایشون حاضر بودن به بچه های سپاه ارتش که در همیشه وقتی که حکومتشون میان میگفت اینا بدون برنامه بذارید بیان بشین همیشه بیاد علاقه من بود شب و روزم که هدفشون این بود که طلبهای خوبی رو پرورش بدن و بتونن خلاصه این سکان رو به پیش ببرن و الحمدلله موفق شد. ایشون 4 سال بیماریشون طول کشید. از بیماری خون که قبلا داشتن بلوغ بعد پیش اومد بعد به برکات دعای مؤمنین دوستان خدا طول داد اما این اواخر دیگه اذیت میشدن. حالا جالبه من رجب تصمیم گرفتم برم عمره بعد دیدم حالا آقا خیلی مناسب نیست گفتم آقا من عمره نمیرم. گفت نه پسرم برو دعا کن. گفتم آقا تا اومدم بگم آقا فهمید که آقا من قصدم چیه. گفت میخوای بری پشت در بقیه اتاق کنی اصلا این چیز تو ذهنت نیست برو تشکر کن از علمه و از الطافش مگر این روزا رو اگر من نگذرونم اون مرتبه‌ای که در روز مجاهد من بدم نمیدم و هیچگاه با این که آقا درد میکشید 4 سال و میدونید درد داشت ولی خدا میگم یک بار اقامه دردشون هیچگاه به والدین گفت که بچه ها نفهمید کسی نفهمید ولی این اواخر دیگه شروع استفتار فهمیده بودن چون با دردشون شدید شده بود. به دلیل این بود که به کبدشون ضربه بریده زده بود دیگه درد داشت شروع شده خیلی با آرامش با بالاخره آفت کبد موثر بود یا هم ریه هم کبد هر دو یه از
شاگرداشون کجا میرن درسگاه؟ اون کسایی که درس آقا میومدن خودشون دیگه اهل نظر بودن کسا جایی فکر نمی کنن. من اونایی که میشناسم خودشون الان یه عده‌شون که حاضر درس میشن خودشون هم درس خارج داشتن توی حوزه مشغول بودن. دوستان خیلی نظرشون این بود که ما وقتی درس آقا آمدیم آقا راه اجتهاد و علم رو به ما یاد داد، ما رو تو جریان بود. از ویژگی‌های درسی بیشتر توضیح یاد میدادیشون بیشتر از اون چیزی مسئله مراجعات فتوایی هنوز زیاده. خیلی ها باقی موندن بعض کشور باقی موندن مراجعه میکنن انشاءالله برکت دایش ما این ساختمون بغل با ساختمون سومش هم مدرس میشه 18 تا مدرس میشه برای ساعت 18 تا درس تو نزدیک همون هست خیابونم نه شروع میکنیم منابع هست برای آقا برکت دایش ما اینه که با آقا ارتباط داشتن ارتباطشون واقعا پدر مدرس کنید اینجا رو یا اون قسمت حسینی میشه با میخواد بریم اذیت نکنید عزادار الان با خواهش کنم خیلی لطف کردید و ما شرمنده ایم خلاصه آقا به شما هر وقت شما مثل تلویزیون یه جمله رو میفرمایید به هر حال من هنوز احساس میکنم که مدیون ایشون هست. خواهش کنم خیلی ممنونم لطفاً خیلی محبت یه جلو در رو اگه خلوتش کنی آقا سریع‌تر آقا یه مقدار آقا بودو خدمتم صدا هست این کنار وایس بگید این کنار وایس آها نه دیگه الحمدلله برکت اهل بیت الحمدلله کفیر